دو خوبی که مفید و منفعتناک است، دیر ساعت 10 هیچ کی نشد ساعت 11، چرا که ساعت 9 نیم، ساعت 10 نیم، یک ساعت خوبی اول شب برابر 3 ساعت خوبی دیگر وقت است. ساعت 12، ساعت 1، ساعت 2 این ساعت‌های خوبی است که برابر 3 ساعت برابر خوب است. ساعت 3 البته 1 ساعت تمام باید در اونجا بیدار باشید. ساعت 3 و نیم یعنی صبح میدمد، صبح صادق ساعت 3 و نیم میدمد. در اینجا باید بیدار باشد جوان، با عبادت مشغول باشد، با هر کاری که مشغول باشد اجر دارد، برکت دارد. حتی یکون تمرینای یکون مشقایی که کم کند این برکت دارد در عمرش، در رزقش، در سلامتیش، در آیندهش. خوب اولی مفید، اولی شب خوب رفتن، بر وقت خوب رفتن، بر وقت خیستن، این مفیدترین خوب است. این خوبی اول. دیمین خوب مفید، خوب قیلوله، بعد 40 دقیقه بر اومدن افتاب، هیچ وقت هنگام طلوع افتاب خوب نروید، چرا که این ببرکتی است. حتی تجربه داره و دانشمندان این رو خوب غفلت میگن، خوب ببرکتی میگن. در این هنگام، در این وقت باید بیدار باشید، فعال باشید. خوب دوم خوب قیلوله، بعد 40 دقیقه افتاب بر اومدن، یک خوبی از 8 تا 20-25 دقیقه، حتی در جای نشست هم یک 15 دقیقه یا 20 دقیقه خوب رفتید، بدن 100% باز برقرار می شود، فعال می شود، تا شب تا وقتی خواب باز فعال می باشید، هم ذهن، هم عقل، هم بدن فعال می باشد. یکی از مفیدترین خواب ها است خوب قیلوله، خوب سنتی. این بعدی 30-40 دقیقه افتاب بر اومدن تا قیام، حالا که هیچ نشد تا عصر، مشکلی نیست. یعنی در کدام صورت و حالتی که نباشد از 8 دقیقه تا 25 دقیقه تا 30 دقیقه، حتی در جای نشستی که با تکیه هم که خوب روید، همین خوب هم بدن برقرار می شود، بدن قوه لازمی خود را می گیرد. خوبی دویم منفعتناک خوبی قیلوله. دو خوبی مضر، خوبی هیلوله و خوبی عیلوله. خوبی هیلوله یعنی چی؟ هیل به معنای مانعه برکت، مانعه برکت در رزق، مانعه برکت در عمر، مانعه برکت در سلامتی، مانعه برکت در تمام امور زندگی. این کدام وقت است؟ وقتی نماز بامداد تا 40 دقیقه یا 30 دقیقه بر آمدن افتاب، همین خوب بس خوبی مانعه برکت است. عمر رو به برکت میکند، زندگی رو به برکت میکند، حتی فرزند رو به برکت میکند، حتی تجارت مال و اموالی که به دست میارید به برکت میکند. در همین وقت باید خوب نرود. خوب عیلوله یعنی خوب علت، بیمار شوی. خوب بعد عصر تا شام یا که تا غروب آفتاب، تا شام بعد غروب آفتاب است. یعنی در این هنگام باید انسان خوب نرود، خصوصا مسلمان و جوان باید خوب نرود، چرا که بیمار شوی انسان، احتمال زیادی بیمار شوی انسان است. همه تجربه کرده است. شما میدونید اگر بعد عصر تا شام خوب روید، بخیزید کلات داون کنید، یعنی میکلوید، چرا که خوب اون وقتی مضر است، خوبی مضر است. یکی وقتی طلوع افتاب، یکی غروب افتاب، خوبی مضر است. در این وقت باید هیچ وقت مسلمان کوشش کنه، مگر اگر خیلی که نشد در جای نشستش اگر خوب برد، اون خوبی غفلت یا خوبی مضر نمی شود، خوبی ببرکتی یا خوبی علتی نمی شود، چرا که از توان خودش بیرون شد. لیکن جوگه بدوزد دراز بکشد، در جوگه دراز بکشد، همین خوبی ببرکتی می شود یا که خوبی علت و بیماری می شود. وقتی که این همه رعایت میکنید، این همه رو رعایت کردید، این خوبا رو، یعنی شما مسئولیت حس کردید نسبت خود برای آینده خود، مسئولیت حس کردید و کارهای رو انجام دادید. این کارها رو که انجام دادید، پروردگار هیچ وقت آینده شما رو به برکت نمی‌کند. شما برکت می‌یابید. برای همین احتیاط باشید.